درود دوستان، هنگامه هستم. با آشپزخونه من خوش اومدید. امروز اومدم با یک کباب خوشمزه، کباب کوبیده مرغ. پس لایک و سابسکرایب یادتون نره. لطفا ویدیو رو هم تا آخر ببینید چون همه این نکته رو حین کار میگم بهتون. 1 کیلو گوشت مرغ چرخ شده دارم، بهش 100 گرم پیاز رنده شده آب گرفته، یعنی وقتی که آبش گرفته شد 100 گرم بشه، تقریبا میشه یه پیاز درشت. 1 قاشق مرباخوری نمک و 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه، 70 گرم کره آبشو، 3 قاشق غذاخوری زعفران دم شده غلیظ، 1 مشت هم جعفری خورد شده. حالا دوستان تو قسمت کره که گفتم میتونید 70 گرم دنبه استفاده کنید به جای کره. بعد کره رو هم داغ نریزید، اجازه بدید خنک بشه بعد اضافه کنید. گوشت مرغ رو هم میتونید مخلوط ران و سینه مرغ استفاده کنید، یعنی حتما نیاز نیست که فقط سینه مرغ باشه. یه مشت جعفری خورد شده رو میریزم رو مرغم، بعد شروع میکنم ورز دادن. همه مواد رو حسابی با هم ورز میدم. کباب کوبیده مرغ خیلی راحت درست کردنش و خیلی هم لذیذه. فقط چند تا نکتهش رو که میگم باید رعایت کنید. بعد از ورز دادن باید بره داخل یخچال 2 ساعت استراحت کنه. بعد از 2 ساعت آماده هستش برای سیخ کردن. حالا موقع سیخ کردن یه نکته خیلی مهم بگم، این که اگه یه موقع دیدید موادتون شله و نمیتونید راحت سیخش کنید، اصلا نگران نباشید. تو همون مرحله نصف پیمانه پودر سوخاری بهش اضافه کنید و دوباره ورز بدید و راحت به سیخ بکشید. یه موقع میبینید که مثلا آب پیازتون رو درست نگرفتید،
یا کره‌ای که استفاده کردید آب داشته، چون نوع کره ها با هم متفاوته. به همین خاطر موادتون ممکنه بعضی وقتا شل بشه که اصلا جای نگرانی نیست. گفتم بهش نصف پیمانه پودر سوخاری اضافه میکنید و حسابی ورزش میدید و راحت به سیخ میکشید. بعد آب پیازتون رو هم دور نریزید. از آب پیازتون برای مرطوب کردن دستتون موقع سیخ کشیدن گوشت ها استفاده کنید. اگه یه موقع حواستون نبود و دور ریختید اصلا اشکال نداره، آب ولرم کنار دستتون همیشه داشته باشید. موقع سیخ کردن حتما باید دستتون مرطوب باشه که مواد به دستتون نچسبه. کنارش هم گوجه و فلفل اگه دوست دارید با هم دیگه سیخ کنید و کباب کنید. گوجه که خب مرسومه کباب میکنیم کنارش، ولی فلفل هم اگه دوست داشتید کباب کنید که خیلی لذیذ میشه کنار کباب ها. کباب کوبیده مرغ اصلا از رو سیخ نمیریزه. این یه حسن خیلی بزرگه. خیالتون از این بابت راحت باشه. اصلا فکر نکنید، نگران این نباشید یعنی که کبابم میریزه موقع کباب کردن. اصلا اینطور نیست. فوق‌العاده کباب خوشمزه‌ایه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما درست کنید و از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید. کباب‌های ما هم حاضر شد. روی منقل توی بالکن کبابش کردیم. خیلی خوشمزه بود. جای شما هم خالی. امروز هم خیلی ساده و شیک آشپزی کردیم. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودید. حتما کامنت بذارید برام. متاسفانه برنامه یوتیوب بعضی از کامنت ها رو میخوره و من نمیتونم جواب بدم و حتی لایک هم نمیتونم بکنم کامنت ها. این مشکل از یوتیوب و از من نیستش. من قبلش از شما عذرخواهی میکنم، ولی شما کامنت بذارید حتما. کانال من رو هم به دوستای خودتون معرفی کنید. بعدش هم خیلی مراقب خودتون باشید و ویدیوی بعد همدیگر رو میبینید.